ماسترز کینداو در سال 2019 و نایب قهرمان گرند اسلم پاریس استقبال گیرد. تیمور رحیموف حالا مبارزه را با این پهلوان ژاپنیش آغاز میکند. کاگوئرا کوکورو ژاپن، تیمور رحیموف تاجیکستان. نبرد آغاز شد. تیمور رحیموف بسیار هم خوب گریبان رقیب را داشته است. کاگوئرا کوکورو باشد. اونیز بعضن حالتو برای داشتن رقیب گریبان رقیب مستحکم است. اکنون ببین اوه باز اونو زمین می افتد. کاگوئرا کوکورو شیدای اول رو داور مرکز باید از کاگوئرا کوکورو نشان دهند سر کند. ببینید در لب تاتامی سرمربی تیم ژاپن ایستاده است. قهرمان بازی های المپی در آنجا حضور دارد و کاگوئرا کوکورو را دستگیری میکند. تیمور رحیموف هجوم میکند. حالا کمربند رقیب را داشته است و یک حرکتی بله نزدیک به وزر تیمور رحیموف. بله شیدای اول برای کاگوئرا کوکورو گوشتی نگرفتنش. آفرین حرکتی خوب. حالا تیمور رحیموف اکنون سمت چپ را پیشا میگیرد. کاگوئرا باشد. کوکورو باز دوباره حالتی بسیار خطرناک. او این حرکتش کمی خطرناک بود. این بخیر است. تیمور رحیموف در دفاع بسیار عالی بود. تستر حرکت کرد. اولا ببینید همون شکلی پیشتر را اگر نگیرد این بسیار خطرناک است. کوکورو احتیاط باید کرد. به هر حال ببینید حالا اینجا کاری را کردن نمیتواند. کوکورو کاگوئرا و تیمور رحیموف باشد. حالا خوب داشته است. داور اینو باید نگاه کند. برای وزر نزدیک آمدن. مستحکم کند خود را. داور مرکز باید شیدو را نشان دهد. شیدوی نوبتی رو برای کاگوئرا کوکورو. حالا حجمه نوبت دیگر. تیمور هم باید از جای برخیزد. چند نوبت دیگر و ببینید برای همون شکلی که پیشتر بود برای پیدا کردن کمربند تیمور رحیموف حرکت دارد. کاگوئرا کوکورو ژاپنی است. این پهلوان سر کیت میکنند. نه حرکتی باید خود را خوب نشان دهد. تیمور برخیز خستگی خود را در مقابل رقیب نشان نده وگر نشید و نشان میدهند. حجمی من میفهمم تا کجا تیمور رحیموف با این پهلوانان سنگین وزن گوشتین میگرفت. خسته شده است اما باید انم خیلی حرکت کرد. بعضن حالت هم یک نفر همونجا بگوید دستگیری کند. باور کنید خوب است برای تیمور رحیموف. یک نفر که صدایش میرود اگر حرکت کرد. تیمور خستگی را نشان نده وگر نه شیدو نشان میدن. حالا به شیدو است. حالا حرکت ها ببینید در آنجا گواک باخت از دست پهلوانی ازبک. اینجا تیمور رحیموف هم میرود. سر کتف گشته یا برگشته در اینجا از جانب کوکورو می شود. تیمور باید خستگی خود را نشان دهد. انا اکنون شیدو را نشان داد. دیدید در آنجا گواک بوی پام باخت. در اینجا تیمور رحیموف باید نشان دهد. باید حرکت کرد. این کاگوئرا کوکورو سر کتف یا به قول دیگر همون سیانگی را بسیار خوب انتخاب کرده است علاقه مقابل تیمور رحیموف. شیدوی نوبتی ندیم باید تیمور خستگی خود را نشان نده. فقط قوه فیزیکی لازم است اینجا. حالا خوب است از بالا گرفتن. کاگوئرا
آها شدای دوم برای پهلوانی ما نشان دادند. تیمور فقط باقی مانده است که دیگر حرکت کرد، اصول را انجام داد. حرکت کرد دیگر باقی نیست، دیگر فقط حرکت کرد. اینو حرکت های بردروغ است از جانب. نه همچنین تیمور هم حرکت های بردروغ نشان میدهد. برخیست تیمور، اکنون مبارزه برد. باشید و باخت این کار نیست، حرکت باید کرد، اصول نشان داد. با گلدن اسکو چند ثانیه دیگر باقی مانده است. تیمور رحیموف هم خسته شده است، با تابلو می‌نگرد و میگوید که گلدن اسکو زودتر فرا رسد. نه تیمور خسته شده است، من میفهمم. با چنین پهلوانانی سنگین وزنه که حدودی بسیار وزنای زیاد دارند مبارزه بودند، در حالی که تیمور نو برآمده بود، رقیب هم نبود. اما دیگر چیلوچ مبارزه برد، باید به خاطر ننگ و ناموس تلاش کرد ژاپنی رو هم شکستن ممکن است. نه ژاپنی اینجا کاگوئرا کورو میگوید که این حرکت های بردروغ است، اما نه حرکت است. تیمور همانا امید است، امید هست، مبارزه باید برد. کار در زمین. اوه حالت اسایکومی بسیار امکاناتی خوب بود. است امکانات. تیمور بسیار خسته شد، این را میفهمیم، بسیار خسته شد. فقط شیدوی سیم را نگیره، باید حرکت کرد. او هم تمام کرده است به قول همون خودی ها. نه شیدو تقاضا کنند اگر این نوبت برای تیمور. اوه دیدید کاگوئرا گشته یا برگشته اصول انجام میدهد، همون یک شکل. بله انسان که مکی است. تیمور رحیموف را معلوم بود خسته شده است. خب چیزی نمیرسد برای تیمور. همونو دوستان عزیز اکنون در رقابت های تسلابش تیمور رحیموف کشتین میگیرد با مارتی پومالیان، با رقیب فنلاندیش باوری کامل است که در این دیدار مبارزه خوب نشان میدهد.